وزیر امور خارجه پس از ورود به بیروت به دیدار نخست وزیر لبنان رفت. در این دیدار آقای عراقچی ابتدا سلام رئیس جمهور کشورمان را به نجیب میقاتی ابلاغ کرد و سپس بر ادامه حمایت‌های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم، دولت و جبهه مقاومت تأکید داشت. همچنین نخست وزیر لبنان از این سفر آقای عراقچی به عنوان یک سفر مهم و تأثیرگذار یاد کرد و از حمایت‌های ایران تشکر داشت. جمهوری اسلامی ایران همواره حامی لبنان بوده، حامی مردم لبنان بوده و هست، حامی شیعیان لبنان بوده و هست، حامی حزب الله بوده و هست و این رو لازم بود که در محل با دوستان به هر حال حضوراً بگیم. در ادامه این دیدارها آقای عراقچی به دیدار رئیس مجلس لبنان رفت. در این دیدار دو طرف روابط تهران بیروت را مستحکم دانستند و بر گسترش آن تأکید کردند. پس از این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران حاضر شد. جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های لبنان برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی حمایت کامل خواهد کرد. مطمئن هستیم که جنایات رژیم صهیونیستی همچون گذشته شکست خواهد خورد و ملت لبنان پیروز خواهد. پایان بخش برنامه‌های رئیس دستگاه دیپلماسی نشسته با برخی از نمایندگان مجلس لبنان بود. در سفر آقای عراقچی تعدادی از نمایندگان مجلس کشورمان وی را همراهی می‌کردند. هدف این بود که تو این وضعیت حساس اعلام بکنیم مجلس شورای اسلامی همه نمایندگان به نمایندگی از ملت ایران پشتوانه مردم لبنان هستند. اما یک سال در حاشیه این دیدار از وزیر امور خارجه کشورمان شاهد حملات رژیم صهیونیستی دیشب در منطقه زایی بودیم. به حال جنگ هست، اما حضور شما خواستم بگم نترسیدید اومدید؟ نه ترس که به هر حال وقتی مأموریتی به عهده انسان هست باید انجام بشه. ما از این صحنه‌ها زیاد دیدیم، هم در دوران جنگ دیدیم، هم بعد از اون دیدیم. الان هم بله دیشب بمباران وحشیانه رو دوباره انجام دادن. صبح قبل از ورود هواپیما باز اطراف فرودگاه رو بمباران کرده بودن. ما به این چیزها عادت داریم و اراده ما سخت‌تر از این حرفا هست که با این مسائل بخواد خدشه‌دار بشه. سفر آقای عراقچی به لبنان عصر امروز به پایان رسید. حسینی بای، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.